پشت پرده به بالهای سیاسی اهمیت نمیده و شطرنج باز خوبی. پشت پرده به همه موضوعات میپردازه و با کسی تعارف نداره و تنها خط قرمز ما مردم. ما اجازه نمیدیم که رسانه‌ها از عدم سواد رسانی مردم سوء استفاده بکنند. پشت پرده. سرخط مهمترین موضوعات امروز. خانم تامین میلانی عین جمله‌اش خانم میلانی گفت شما هیچ از زبان نمیفهمی. آقای جرانی به شوخی به شما گفت بابا مسعود 2 تا زنگ گرفته مگه میشه چی نفهم. شما من با احترام به مخاطبای من و شما جمله‌مو تموم میکنم و جلسه رو کات میدم. عوامل و مجری برنامه من و شما به دلیل توهین به مسعود فراستی توبیخ شدند، اما منابع تیم پشت پرده میگن این دعوا در صدا و سیما ساختگی بود. ما ریاست فرهنگی هنری هم داریم در سیاسی. انتشار یه لیست از سلبریتی های دو تابعیتی کشورمون در یکی از روزنامه ها. انتشار لیست بازیگران دو تابعیتی داد بازیگران از جمله فریبرز عربنیا رو در آورد. او میگوید من بازیگر دو تابعیتی نیستم. تلویزیون ملی جمهوری اسلامی هم بر اساس رویه همیشگیش سعی کرده اونایی که محبوب مردمند تخریب بشن و اونایی که کاری جز تخریب کشور ندارن و نفرت انگیز هستن رو محبوب دل مردم بکنه. تهران 60,000 میلیارد بدهی داره، 30,000 میلیارد پروژه نیمه تمام. آمار ارقام وحشتناک از وضعیت مالی شهرداری تهران. عضو شورای شهر میگوید شهرداری تهران 60,000 میلیارد تومان بدهی دارد. قیمت خودرو به شرط آزادسازی کاهش می‌یابد. نه یه دقیقه منو نگاه کن، یعنی من بچه‌ام واقعا پوفک آوردین برام. انتقاد تند رضا رشیدپور به وضعیت گرانی خودرو. چه کسی پشت پرده مافیای گرانی خودرو است؟ سلام، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. عوامل و مجری برنامه من و شما اونجوری که محمد مهدی قاسمی مدیر شبکه شما گفته به دلیل توهین به آقای مسعود فراستی در برنامه‌ای که آقای آرش زالیپور مجری اون بود توبیخ شدن و گویا این آقا آرش که خیلی هم ماشاءالله ادعاشون میشه چند هفته‌ای در آنتن زنده برنامه شبکه شما نباشن و مدیر شبکه گفته که این آدم توبیخ شده، اما اونجوری که منابع برنامه پشت پرده گفتم من میدونید خب من به هر حال کارمند صدا و سیما ایران بودم، ارتباطاتی دارم با عوامل صدا و سیما و اونجوری که ما پیگیر شدیم این دعوا ساختگی بوده. چرا؟ چون آقای مسعود فراستی خیلی رک به شما بگم آدم بیچاک و دهنیه، یعنی خیلی آدمی هستش که اگر انتقادات تندتر از اون چیزی که در برنامه من و شما براش اتفاق میافتاد این آدم واکنش نشون نمیداد و توی برنامه‌های مختلف هم دیدیم. اصل داستانم بر همین قرار بودش که توی برنامه من و شما آقای مسعود فراستی رو دعوت کردن و میدونید که مجریان صدا و سیما اگر بخوام بعضی وقتا خط قرمزها رو رعایت نکنن با اون شخص قبل از برنامه زنده هماهنگ میکنن و ازش اجازه میگیرن و مگه میشه که راجع به همچین موضوع مهمی نخواد مجری از عوامل اون برنامه اجازه بگیره؟ قرار بر این باشه که هر کسی به هر سوالی بپرسه آقای مسعود فراستی هم اونجا نشسته باشه بلند شه بره، خب خیلی خنده داره دیگه. این آدم نیاز حالا یکم به توجه داشت، صدا نیاز به یکم حاشیه داشت، شبکه شما نیاز به یکم حاشیه داشت که بخواد برنامه من و شما دیده بشه. بریم ببینیم که اصلا داستان چی بوده. بیایم من با مثال‌های مختلف شما نشون میدم که آقای مسعود فراستی خودش روی آنتن تلویزیون به اسم افراد دیگه هم توهین کرده بوده. حالا نمونه‌های بارزشو نشون شما میدم، اما یه تیکایی از برنامه من شما رو ببینیم. خانم تامین میلانی عین جمله‌اش خانم میلانی گفت شما هیچ از زبان نمیفهمی. آقای جرانی به شوخی به شما گفت بابا مسعود 2 تا زنگ گرفته مگه میشه چی نفهمه که کلی هم ماجرا شد. حتی میگم دقیق شنیدم. منظور آقای آرش زالیپور در این تیکه که میگه من دقیق شنیدم صحبتایی هستش در برنامه هفتی که فریدون جیرانی، مسعود فراستی و تامین میلانی در اون حضور داشتن و آقای مسعود فراستی داشت در اون برنامه انتقاد میکرد نسبت به برنامه‌های خانم تهمینه میلانی. بریم تیکه‌ای از اون رو ببینیم، بعد هم ادامه داستان اون دعوای ساختگی مسعود فراستی با عوامل برنامه من شما رو هم می‌بینیم. خیلی به نظر من عقب افتاده است، یعنی اینکه بعید میدونستم از فیلمسازی که دو زن رو ساخته، آتش بس رو ساخته، واکنش پنجم ساخته، اینقدر ارزون کاراکترها و مسائل کاراکترها رو مطرح کنم. من میتونم بگم شما زن رو نمیشناسید؟ نه این که لااقل دیگه تو این زمینه من از شما در این زمینه 2 تا زنگ گرفتم میشه دیدم 2 تا زنگ گرفتم میشه دیدم قبل زنکی‌ها شروع شنیدیم، همه رو شنیدیم، همه رو شنیدیم. مهمترین اصلا نعیمو چجوری زدینش حرف تموم کن چون ادب نداری که بذاری حرف. نه
گفتمان باید شکل بگیره. شما نقطه نداره حرفات. من که نمیتونم، شما مهمون منید و مناظره نیستش که شما باید یک جمله من با احترام به مخاطبای من و شما جمله‌مو تموم میکنم و جلسه رو کات میدم. من اومدم که بگم هزار پا، لس آنجلس، آمپول و غیره، اینا فیلم های به شدت ضد اجتماعی و مستهجنی هستن. از نظر سینمایی هم هیچ ارزشی ندارن و جای هیچ افتخاری ندارن. گرایش به این فیلم ها، بالا بردن دستمزد بازیگران این فیلم ها در واقع هم ضد سینما ایرانه، هم ضد مخاطبه، هم ضد اجتماعی. همه شما رو به خدا میسپارم. خیلی مخلص، دست شما درد نکنه. دیگه این هم آقای مسعود فراستی منتقد ما در هیچ جای دنیا شاید نبینیم که یکی همجوری بلند کنه از یک برنامه بره بیرون. اما همین آقای مسعود فراستی که جدیدن یه عده دارن براش یقه جر میدن، کسی بود که توی آنتن زنده تلویزیون به کمال تبریزی و به کارهای این شخص گفت دیوس فرهنگی. اگر یه عده معنی دیوس فرهنگی رو میدونن بنویسن و کامنت بزنن زیر برنامه ما. بریم ببینیم همین آدمی که خودش انقدر بیچاک و دهنه میاد اینجوری حرف میزنه، بعد الان یه کسی که میخواد بیاد اینطوری باش حرف بزنه قهر میکنه میره بیرون. اینها شبهه برانگیز نیست؟ این حرکات مشکوک نیست به نظر شما؟ مثل شما این کلماتی رو به کار نمیبرم که من واقعا بی‌غیرتی و اینا، ولی میخوام بگم از بی‌غیرتی که آقای جوادی آمولی تو همین اخیراً در صحبت به آقای عارف گفتن که فروش خانه و فروش مملکت به بیگانه مصداق کامل بی‌غیرتی و اون لغت به شدت شرعی. من به نظرم ما دیاست فرهنگی هنری هم داریم در از سیاسی. دیاست فرهنگی هنری هم داریم در از سیاسی. دیاست فرهنگی هنری هم داریم در از سیاسی. و متاسفانه فیلم چنین دیاستی توشه و فروش و بی‌غیرتی توشه. من چیز دیگه راجع به فیلم نمیتونم. بله دیگه، میگه که کارهای آقای کمال تبریزی نمونه بارز یک دیاست فرهنگیه. واژه جدیدیه دیگه برای اینکه میخواد ماسمالی بکنه. اما همین آدم اومد دقایق پیش دوباره یک مصاحبه دیگه انجام داد در خصوص مجری شما و من. البته من دفاع نمی‌کنم از این مجری، کاملا حرکتش بی‌ادبانه بود. اون بی‌ادب، این از اون بدتر. یعنی میکس گروپ با همن و گفتش که مجری شعور نداشته و منم اگر جای مدیر شبکه شما بودم این آدمو توبیخ می‌کردم و چنین چنان. بریم ببینیم که در آخرین اظهار نظرش آقای مسعود فراستی عزیز چی گفته. شعور خودش رو گفته بود که شعور کمیه، یعنی واقعا فکر کرد که من تحت فشارم و فلان. حالا همون برنامه رو که ببینین خیلی بازم موزش روشنه. من یه مرامی دارم، اولا ضعیف کش نیستم، دو نامردی رو میفهمم. وقتی عده وسیعی به هر دلیلی پوز هر چیز دیگه نامردی میکنن، خب من کمی لحنم تغییر میکنه. اما این نیست که رو اصولم پا بذارم. منم حد نگه داشتم، بعدا ادامه دادم، گفتم از نظر اخلاقی و فقهی هم همینی که گفتم. من گن نزدم که برنامه خراب شد، هم برش مشتبه شد. خیلی از آدم‌ها رو که می آورد و فکر می‌کردم که میشه ادامه داد. خیلی از حرفایی که من باید میزدم و من زدم ولی اون نباید میزد چون مجری بود. خب بلدم نیست. من چون قسمت‌های زرد برنامه رو نمیدیدم، مصاحبه با این فیلم کارگر چه می‌دونم بازیگرا و خانم ایکس و آقای ایگره بود. یعنی منم جای مسئول این تلویزیون بودم همین کارو می‌کردیم. میگفتم که برنامه زنده است، موزت رو نگه برای خودت. بله ببینید دیگه کی داره حرف از حد میزنه؟ کسی که روی آنتن زنده تلویزیون از دیاست فرهنگی و دیوس فرهنگی و امثال اینها صحبت میکنه داره به مجریای تلویزیون ایراد میگیره. اما در خبر دیگه که خیلی هم در رسانه‌ها پیچید، بازیگران دو تابعیتی بودن، بازیگران که یا خودشون گرین کارت امریکا رو داشتن یا تابعیت کانادا داشتن یا بچه‌هاشون رو توی این کشورها به دنیا می آوردن که با حملات و انتقادات شدید مردم هم به دنبال اونها بود، به خاطر اینکه اینا می اومدن تو تلویزیون جست میگرفتن که وطنم پاره تنم، ای خاک پاک میهن. بعد میرن بچه‌هاشون توی کشور دیگه به دنیا میارن. هرچند انقدر پاسپورت ایران تو دنیا داغونه، خب اینا به حال حق دارن، میگن حداقل بچه‌مون مثل ما نشه درگیر ویزا تو این سفارت و تو اون سفارت. اما اینکه میان توی تلویزیون مصاحبه میکنن و میگن که هیچ جا وطن ما نمیشه و ما در ایران میمونیم و بازیگری میکنیم و تحمل میکنیم، ببخشید این شعری بیش نیست.
چرا؟ چون تو کشور دیگه اصلا اینا رو آدم حساب نمیکنن، بازی بهشون نمیدن، تحویلشون نمیگیرن. به خاطر همین توی ایران بهتر پول در میارن. مطمئن باشید دیگه 1% اینها میدونستن که خارج از ایران براشون سود بیشتری داره، مثل این که همونجوری که بچه‌هاشون رو بردن جای دیگه به دنیا آوردن، خودشون هم میرفتن اونجا و فعالیت میکردن. اما نکته دوم لیستی بود که منتشر شده بود، خیلی از بازیگران واکنششون دادن. شیلا خداداد اومد گفتش که به هر حال البته قسمتی از انتقاداتش هم به نظر من درسته، میگه به جای اینکه شما برید اون کسایی که توی کشور دارن دزدی میکنن و مال مردم میخورن و پیگیر و مسائل اونها باشید و ببینید که اینها توی این کشور دارن چقدر اختلاس میکنن، نه دو بچهای بازیگرا گیر بدید. آره من مثلا میتونم بچه‌مو قورت بدم توی ایران به دنیا بیارم، خب دیگه نمیتونم، کاری که انجام دادم. و نکته دیگه هم که و در انتقاد و در اظهار نظری جالب که انتقاد بود به گزارش صدا و سیما، فریبرز زهرابنیا بود که واکنشش داد. اول بریم یه تیکایی از گزارش صدا و سیما رو ببینیم در خصوص انتقاد نسبت به بازیگرایی که دو تابعیتی هستن، برگردیم صحبت فریبرز زهرابنیا و انتقاد تند و شدید این آدم نسبت به صدا و سیما رو هم برای شما پخش می‌کنیم. انتشار یه لیست از سلبریتی های دو تابعیتی کشورمون در یکی از روزنامه ها چند روز مورد توجه قرار گرفته و باعث شده خیلی ها به عقبه بعضی شعارها بیشتر دقت کنن. این لیست البته چندان نکته پنهانی نداره و خیلی از بازیگرایی که اسمشون در اون هست بارها در صفحهشون درباره به دنیا اومدن بچه‌شون و یا زندگی در کشورهای دیگه فیلم و عکس منتشر کردن و حتی به وضوح به این امکانی که براشون فراهمه افتخار کردن. مثل یک کادو دادن به بچه‌مه، مثل اینکه مثلا یه کادوی ارزشمندی تو روز اول بخوای به بچت بدی. متاسفانه ارزش بی‌اعتباریه که امروز پاسپورت کشور ما پیدا کرد و این برای یک ایرانی و منی که ارق ملی دارم و کشورم رو دوست دارم خیلی غمناکه. از جمله سوال‌هایی که برای مخاطبان به وجود اومده اینه که چطور میشه خاک کشور دیگه برای به دنیا آمدن فرزند با ارزش‌تر از خاک میهن باشه. البته نقدی به تابعیت ثانویه نیست، ولی به نظر میرسه وقتی پای بعضی حرف‌های میهن پرستانه به میون میاد مخاطبا روی عملکردها حساس میشن. یکی نوشت چو ایران نباشد گرین کارت که هست. بله که چون ایران نباشد گرین کارت امریکا، اقامت کانادا و اروپا و امثال اینها برای یه سری از این سلبریتی‌ها، بخش سلبریتی‌ها هست. اما فریبرز زهرابنیا واکنششون داده و گفته آقا من سرلیست اون بالا قرار دادن ولی خب من اصلا دو تابعیتی نیستم. حداقل یکم تحقیق بکنید و کلا بالا تا پایین صدا و سیما رو برد کارواش. ببینیم. دوستان گرامی درود، امیدوارم حالتون خوب باشه و پوزش میخوام از اینکه تون سخن میگم. فهرستی چاپ شده با نام سلبریتی های دو تابعیتی. بنده رو هم افتخار کردن به عنوان اسم اول نشوندن اون بالا. تلویزیون ملی جمهوری اسلامی هم بر اساس رویه همیشگیش سعی کرده اونهایی که محبوب مردمند تخریب بشن و اونهایی که کاری جز تخریب کشور ندارن و نفرت انگیز هستن رو محبوب دل مردم بکنه. هرچه پیش برید ضربه بیشتری خواهید خورد. تلویزیون چیها کاری که دارید میکنید تولید برای 10-15% مردمه، اونها هم شما رو شناختن و اونها هم میهنای ما هستن. من هنوز دو تابعیتی نیستم و اگر بشم هم کار خلاف قانون نکردم و مسئله شخصی من به خودم مربوطه. شما بهتره از کارگرها، از معلمها، از همه هموطنهای زجر دیدمون گزارش تهیه کنید. بله دیگه. اما در خبر بعدی یک آمار و ارقام عجیب و غریبی از شهرداری تهران بیرون اومد که محمود میرلوحی یکی از اعضای شورای شهر تهران این آمار ارقامو به بیرون درز داده و اونم بدهی 60,000 میلیارد تومانی شهرداری تهرانه که از زمان آقای قالیبافه. ولی یه دم به ما میگن که شما طرفدار آقای قالیبافی. آقای قالیباف اگر بیاد پای مصاحبه با من حتما ما این موضوعات رو باهاش مطرح می‌کنیم که اصلا این بدهی ها چجور به وجود اومده، پشت پرده این بدهی ها چه کسایی هستن و باید شفافیت مالی در شهرداری تهران صورت بگیره. اما این آمار ارقامی که این عضو شورای شهر میده خیلی عجیب غریبه، آدم سرش سوت میکشه، انگار مثلا ریال و تومنه و مشخص هم نیست که اصلا این پولها کجا خرج شده، چجوری خرج شده، فقط عدد میدن دیگه. ماشین حساب اگه بزنین توش میسوزه. بشنوید. تهران 60,000 میلیارد بدهی داره، 30,000 میلیارد پروژه نیمه تمام داره، 68,000 نیروی در این شهرداری هست که تقریباً نصفشون مازاد بر قاعده و مقررات مصوبات هستن. بعد هم منابع هم به نحوی شده بود که در سال 95
از 20% داشت منابع پایدار پایین‌تر می آمد و ماهی 700 میلیارد فقط برای اداره این شهر باید هزینه کنیم و کل درآمدهایی هم که به اضافه حالا ارزش افزوده، مالیات ارزش افزوده، کلش هم 7 میلیارد میشه. اینو با اطلاعات به شما بدن، شما حتما تصمیمات که میگیرید دیگه این نیست که آقا من میخوام این کارو بکنم، میخوام مثلا اتوبان امام علی رو دوباره یکم بالاش مثل صدرم بالاش بسازم تا بیشتر مردم ببینن. نمی‌کنید این کارو. مگه میشه تو شهری که 98,000 تومان هر یک واحد مسکونی تو تهران داره هزینه میده به شهرداری، ولی ما 2.5 میلیون داریم برای هر خونه ای تو این تهران هزینه میکنیم در سال؟ برای چی باید 98 تومان شما بگیریم؟ خب چرا با مردم صادقانه سخن نمیگیم؟ در بحرانی ترین روزهایی که میگیم 52,000 میلیارد تومان بدهی داریم، حدود 40,000 میلیارد تومان پروژه‌های ناتمام داریم و بنده پیش بینی اینه که با نرخ‌های تورم کنونی و نرخ‌های سود بانک فعلی تا پایان دوره‌ای که دوستان عزیز ما در شورای شهر هستن این تعهدات دست کم به 170,000 میلیارد تومان میرسه. در بحرانی ترین شرایط عنان معاونت مالی رو دست کسی زیر بردن که یک روز سابقه نه کار اداری داشته نه مالی. در چنین شرایطی میشه برنامه توسعه، در شرایطی که ما گوشامون رو میبندیم، برنامه توسعه عرض کردم مستلزم حد اکثر گفتن و شنیدنه. بله، آدم این آمار و ارقام عجیب و غریب رو میشنوه فقط باید یه سال از شورای شهر بکنه، همون لیست امید و اینا، که شما تو شورای شهر چیکار میکنید؟ چرا تا الان شفاف سازی نکردید؟ مجلس چرا تا الان شفاف سازی نکرده نسبت به این قضیه؟ که اصلا این بدهی ها برای چی اومده؟ از جیبش کی خرج شده؟ چرا ثبت نشده؟ چرا این همه اتفاقات عجیب و غریب داره توی شهرداری های کل کشور میفته؟ تهران نمونه مثالیشه، ما کل کشور این قضیه رو داریم میبینیم. اما رضا رشیدپور در برنامه زنده اومد کلا شست گذاشت کنار این مافیای خودرو. ولی خب رضا رشیدپور خودتون میدونید یه قسمتی از سوپاپ جمهوری اسلامی ایرانه. اما ما در برنامه‌های مختلفی بررسی کرده بودیم مافیای خودرو رو که یکی از کسایی که مافیای خودرو بوده دار و دسته نزدیک به آقای شریعت مداری وزیر سابق سمت بودن، همون صنعت معدن تجارت خودمون. و جالبه که بعد از اینکه ما مستندا رو منتشر کردیم 2-3 تا از این مافیا رو گرفتن و آقای رضایی رو گرفتن، کرمان خودرو رو یه سریاشون رو گرفتن و یه سری از گروه خودروسازی گلستان و امثال اونها رو گرفتن و انداختن توی زندان. کارهای موثر بود که خوشحالیم که برنامه پشت پرده استارتش رو زد و با رسانه‌ای کردن این قضایا باعث شد که خیلی از این افراد رو دستگیر بکنن و جلوی فساد گرفته بشه در کشور. اما بریم صحبت‌های رضا رشیدپور رو بشنویم، اونم جالبه، خیلی انتقاد باحالی میکنه و واقعا حرف دل خیلی از مردم رو میزنه. خبر پیدا بکنم دیگه چی داریم. روزنامه ایران رو هم نگاه کنیم. از قیمت خودرو نوشته ایران در گفتگو با کارشناسان قیمت واقعی خودروها رو بررسی کرد. قیمت واقعی خودروها رو بیان از من بپرسن. قیمت خودرو به شرط آزادسازی کاهش می‌یابد. آخه مگه میشه عبور خودرو از ایست قیمت؟ یعنی بیایم قیمت رو آزادسازی کنیم بعد کارخونه ها قیمتشون رو میارن پایین؟ نه یه دقیقه من رو نگاه کن. یعنی من بچه‌ام واقعا؟ پفک آوردین برام؟ عمو بذار قیمت ها رو آزاد میکنیم. قربونت برم عمو، خودروسازان میگن که تا دیروز 30 میلیون بود الان میکنیمش 25 میلیون. آره به خدا همش هم همینطوری بوده. منم بچه‌م پفکمو بیارین حالا که اینجوریه. والا یعنی این حرفی که رضا رشیدپور زد کاملا درسته. دیدگاهی که مسئولین نسبت به مردم دارن همینه که فکر می‌کنم ما بچه اینو میگن که آزاد بکنیم که قیمتا بره بالا و عموما چیزی که در ایران گرون بشه هیچ وقت ارزون نمیشه. مرسی که تا این لحظه با ما بودید. لطفاً ویدیو رو لایک بکنید. حتی اگر از این افراد خوشتون نمیاد ویدیو رو لایک کنید که ویدیو طبق قانون یوتیوبی بالا بیاد. به اشتراک بذارید برای دوستان خودتون تو شبکه‌های مختلفی مثل توییتر و تلگرام و واتساپ و فیسبوک. و حتما اگر دوست داشتید و مایل بودید کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو هم سابسکرایب کنید. مرسی که تا این لحظه با ما بودید.